این ریش سفیده از الله بترسن، این زنا از الله بترسن. نخورین مال یتیم و مسکین و فقیر و بیچاره را. حق یتیم و مسکین به نام خیرات و به نام فلانی نخورین. بگذارین که حق یتیم برای یتیم برسه. یتیمی که کافر میشه، یهودی میشه، نصرانی میشه، از دین اسلام میبره، والله در روز قیامت الله از پیشتان پرسان میده که تو حق از او را خورد. آمد است ما که رفتم خیریت است، گفت بیا کنجا تو را خواستن. رفتم خیریت است، بیشی گفت بچیم کاغذ و قلم بگی. الماری را باز نمیشه، نفر فوت کرده، 3 تا تفلکا داره، خودترک 5 ساله و 3 ساله و 1 ساله و نفر فوت. خانه مزیم تو از دست غم به تو رنگش سیاه میزنم اونجا قرار شده. بیار گفتن کجاست کلی الماری شوارت؟ گفت من کلیش پیش خودش بود، کلیش نیافتیم. حالا بیارین چکش. صاحب چکش آوردن، حالا الماری رو دست زدن، صاحب الماری رو باز کردن، 30,000 افغانی گم وقت کشید. او وقتی بود که ماش یک آدم عادی 4,000 روپیه بود. همین 30,000 1 سال مصرف از یارم میشه. از این تفلکای یتیم از این زمین. الماری رو شکستاند. وقتی که شکستان 30,000 روپیه را گرفتن کشیدن. من گفتن نوشته کو. روز 2 میکنیم، روز 3 میکنیم، نوشته کو 7 سیر برنج، 2 سیر گوشت فلانی. من گفتم من نوشته نمیکنم. چرا نوشته نمیکنی؟ تو مال یتیم است. ما او وقتا نه استاد برای ما میراث درس داده بود که وقتی که یک کس فوت میشه، اول از این پیسه‌اش که باقی میمونه تکفین و تجهیزش میشه، تنها کفنش و تنها پیسه قبرش. این موترا را که میگیرید در شریعت نیست، این دورا کسی ها نیست، تنها تکفین و تجهیز گفته. اون کتاب میراث میخوادیم، یک دانه کتاب از به نام سراجی، در صفحه اولش. دومش اگه دیندار باشه وصیتش بعد از حق ورثه میشه. شما از دینش پرسان کنید، مال یتیم است. آخر صاحب نشته کو کلان منطقه است. تو کلان منطقه است، کلان ما خود نیست. یک خالگک شروع کرد که نشته کن. ما که گفتیم من بگم تو چی کار هستی؟ الله گفت نشته نکو، هیچ نشته نمیکنی. آخر صاحب از اونجا نمیکنی نشته مفتم، هیچ نشته نمیکنی. برو تو چلیگک دو تا کتاب خواندی غلیات و سیال تو آمدی کتا مولویت میخوره و مولا نیست. ما دلشان که مولا هستن، من هم میخورم. بعد از صاحب همونجا کس در مجلس مادر ما شیشه بود، بچه مردم جاهل مردم است، یا تو را درک نمیکنن، ناخ بیابی میکنن. اگر نشته میکنی نشته کن، اگر نمیکنی برو خیر است. ما هفته هیچ نشته نمیکنم. برآمدم برو مثل تو چلیا زیاد است، یکی خودگان نیست. صاحب الاخره ای رو آوردن نوشته کردن. باور به الله بکنین که اینمی خانم مچم 40 پوره شده بود، یا از 40 یک ماه کنی ما از مرگ از این متوفا تیر شده بود. آمد در دفتر پیش ما و نموجه ما بودیم گفت بلی از خدا شکای گفت از گشنگی میمونه. خیر است یک 20 روپیه، یک 10 روپیه برام جان. نموجه یک چند تا نفر شیشه یک 10 روپیه مچم 100 روپیه 100 پوند. خود شما 30,000 از رو در شکمتان خوردین. والله در روز قیامت الله از پیشتان پرسان میکنه که ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. یقینا کسان یقین داشته باشید که کسانی که مال یتیما را میخورن، چی به نام اسقاط میخورن، چی به نام روز 2 میخورن، چی به نام روز 1 میخورن، چی به نام روز 3 میخورن، چی به نام شب جمعه میخورن، چی به نام 40 میخورن، انما یاکلون فی بطونهم نارا. در روز قیامت شکمایشان پر از آتش میشه، شکمایشان پر از آتش میشه. از الله بترسن کسانی که صدقه را چی جور کردن؟ محفل جور کردن. حق یتیم و مسکین و بیوره خودش میخوره، قومایش میخوره، پیسه دارا میخوره و برای یتیم و مسکین نمیرسه. باز یتیم و مسکین کی میه؟ یهود و نصارا میه برش مؤسسه جور میکنه، دارالایتام جور میکنه. والله جواب الله را در مقابل از آیات قرآن میده که تمام روز به نام خیرات ها و انشاءالله این خود روز قیامت از کل ما و شما ایمان داریم، انشاءالله دیده میشه.